فروشگاه های میوه خشک میبینین که برقشان هم نیست و همگی ژنراتور روشن کرده. هم از فکر کنم شفاخانه ای چیز کلیک دندان هم هست و ای چیزا. این طرف هم دوستان عزیزم جایی است که چند وقت قبل لوحهایشان شارول کابل به خاطر اینکه انگلیسی بود آمد و شکستان دال. اونو میبینید که دیگه نصب کرده. ملکی فایف رستوران هیچ چیز. یک چیز دوستان عزیز چند روز دست به دست میشه زیاد این لوحه هایی را که تازه چاروالی کابل نصب کرده در سرکان، مردم زیاد درباره‌اش حرف میزنن و میگن نامه ترجمه شده. ببین دوستان از یک چیز وضاحت بدیم براتون که شاید بسیاری متوجه نشده. ببینید دوستان، سلام و درود خدمت شما عزیزان. ان شاء الله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتون به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان عزیز، این مینوگه که کافه رو ببینید چقدر خوب است. وای فای رایگان هم داره، کاپاچینو، امریکانو، هم از اینا را داره. این طرف هم فروشگاه های میوه خشک میبینین که برقشان هم نیست و همگی ژنراتور روشن کرده. این طرف هم دوباره دوستان عزیز مسجد مال در تصویر میبینین که یک از فروشگاه های بزرگ است. داخلش البته رستورانت های زیاد هم از فروشگاه ها هم از فکر کنم شفاخانه ای چیز کلیک دندان هم هست و ای چیزا. این طرف هم دوستان عزیزم جایی است که چند وقت قبل لوحهایشان شارول کابل به خاطر اینکه انگلیسی بود آمد و شکستان دال. اونو میبینید که دیگه نصب کرده. ملکی فایف رستوران هیچ چیز نکرده. این دوستا، این طرف دوستان عزیز زیاد دیدیم ضیافت و چیزا را. به این طرف ببینیم امروز که سلایس هم میبینین، ترکش هم میبینین، کابانا رو میبینین و این طرف هم دوستان عزیز فروشگاه جور میشه دیگه. به احتمال زیاد فروشگاه جور شده ای ساحه مسکونی دیگه فکر نکنم جور شده. یک ساختمان بسیار بزرگ و زیبا که نامش دیگه نمیفهمیم تا فعلا چیز. کارش هم بسیار به شدت دوستان عزیز پیش میره، بسیار به شدت، بسیار افتادروخ هم است. این ساختمان دیگه در حال ساخت ساز است. قسمی که در تصویر میبینین. این طرف دوباره دوستان عزیز دیگه پایین تر کوچه قصابی شهر نام میشه. اونم باز در یک ویدیو جداگانه بازم باز میبینیم انشالله. این طرف دوباره میوه خوش فروشی ها هست. بسیار هم تو به شدت کار دیگه دوستان عزیز جریان داره. طرف هم رستوران برگ میبینید دوستان عزیز در تصویر که از این رستوران های قدیمی و مشهور شهر کابل هست. یک چیز دوستان عزیز چند روز دست به دست میشه زیاد این لوحه هایی را که تازه
شاروال کابل نصب کرده در سرک‌ها. مردم زیاد درباره‌اش حرف میزنن و میگن نامه ترجمه شده. ببین دوستان عزیز، یک چیز وضاحت بدیم براتون که شاید بسیاری متوجه نشده. ببینید دوستان عزیز، مثلا اونو قلعه فتح الله هست. ببینید فتح الله ازی تنها اسم خاص است، قلعه ازی اسم خاص نیست. یا چهارراهی شهید اسم خاص است و چهارراهیش دیگه اسم خاص نیست، اون میشه ترجمه کرد. مثلا هتل اینترکانتیننتال است که با پشتو همون چیز نوشته است، یا مو هتلش دیگه و هر سه زبان هم یک چیز میشه. مثل این دوستان عزیز، همون نامه خاص ترجمه نشده، فقط همون عبارتایش که خاص نیست و با چندین زبان قابل ترجمه است اونا ترجمه شده. بسیار دوستای ما که کشمکش دار کردن و بسیار گپ ها زدن دربارش. دیگه فکر نکنم که قابل توجیه باشه و که حرفا و چیزا بخوایم دنباله دار بسازیمش، چون که کار نشده که بس زیان باشه و کار نشده که ضد فرهنگ و زبان ما باشه. برعکس ازی بسیار کار خوب شده. بسیار از مردم معامل کابل بلد نیستن. درست دوستان عزیز، در ویدیو شاید دیده باشین در یک سرک میریم حداقل 3-4 نفر میان آدرس هم میپرسن. بوده بین ویدیو است، شما بیرون ویدیو رو ببینین. مردم با گوگل مپ آشنایی نداره و با چیزا تا آشنا شون وقت میگیره. نگه به این خاطر این لوحه های خوش رنگ و زیبا در کابل باعث ازی شده که کابل زیباتر و مقبولتر و قابل فهمتر شده باشه، نه ای که چیز جنجال برانگیز و چیز بحث برانگیز باشه. نگه پشت دمی چیزای خردریزه نگردین و اختشاش شده میان نندازین. این طرف دوباره کتاب فروشی هست دوستا و پتو و کلا و واسط های پشمیه. برج باران رو ببینید دوستان، در رو بخش جور شده چقدر مقبول زیبا هست، چقدر عالی جور شده. ببینید این طرف هم یک ساختمان دیگه در حال جور شدن است. این هم زیاد وقت گرفت دوستان از جور شدنش. ببینیم که چی میشه آخرش، به کجا میرسه. اونطور پیش بریم دوستان عزیز، میرسیم به چهارراهی حاجی یعقوب شهر کابل. رستوران تاج محل میبینیم دوستان. در بخش کوچه دیگه کوچه شنواری پزی دوستان، کوچه شنواری است. حق شنواری پزی مشهور یه زیاد از دوستان عزیز که برام اندازه کبابا رو ببینیم. کبابا رو یه بالاخره میرسیم دوستان عزیز به چهارراهی حاجی یعقوب شهر کابل، که از حاجی یعقوب هم براتون بگویم دوستان عزیز که همگی میگن بسیار یک انسان خوب بود، بسیار یک انسان با شرف و با عزت بود و این چهارراهی هم به نامش نامگذاری شد. این مسجد هم دوستان عزیز به نام مسجد حاجی یعقوب است. طرف هم کابل بیزنس سنتر رو میبینین دوستان در تصویر. رو برای ما دوستان عزیز قلعه کلاله پشته هست دیگه. خوب دوستان نهایت گرامی، امیدوارم از ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانالم چون سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه ایتانه به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین، در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتان.